در اینجا حاضر چی کارها انجام داده شده است دادن؟ در اینجا حاضر من کارهای ناوره محکم کنه که برای حرکت چرخ به واسطه آب در آوردن که استاد در همین حالت آب کار میکند، ما همین سرگاه آب رو اول محکم میکنیم. همین رو به بتون میکنیم که آب آمده در همین دم شده چرخ رو به حرکت در به حرکت می‌دارد. بله، یعنی به همین جبر آب می‌بیاید. آب میاد بر استاد رو به کار می‌دارد. در اون حالت آب اگر بسیار شود ناف این تروبه محکم شود، استاد همین قدر تیز حرکت میکند. و هر قدر تیز حرکت کند خوب باشد یا که خیلی؟ برای ما چقدر تیز حرکت کنه خوب است، برای بسیار آرد میکنند. هر قدر از سرعت وابستگی دارد. بله. آیا امروز ما میبینیم که شما آب رو میکشید؟ خدا خواهد ان بعد یک ساعت ما این آب رو کشیده به شما اساسی همین آسیاب رو نشون داده. فونکسیون های اساسی و پرینسیپ های کاریش رو فرمانده به شما میدیم ان شاء الله. انتظار میشیم بصبرانم. حاضر ما به کجا رفته ایستادیم؟ حاضر ما همین سر ناو آسیاب به سوی شابگه میریم. اون جایی که آب رو در همونجا میپتاییم به آسیاب میگردن، همونجا شید داره. همون شیدها رو حال کنده ما آب به سوی آسیاب میبریم خدا خواهد. باشد رفتیم. در این جای ها مار نیست؟ نه در اینجا مار نیست، مار وجود نداره. مار وجود ندارد، به خطر. به خطریه. بعد همان نموده من یک شب از اینجا آب رو میکشویم. خب از اینجا آب رو کشویم حاضر شما تماشا کرده است. همین آب بس؟ نه حاضر آب اساسی در همین متر. یعنی دو جای آب پرتو هست. این جای آب رو پاک نکرده که آب پاک کنه شود همین قدر خوب است برای ما آسیابان ها. از روی که من میفهم این آب اساسی. آب اساسی که ما همین آب رو کشوده بس این آسیاب میکنیم. یعنی شید رو میکنیم. این آب بسیاری بد نه برای آسیاب؟ نه حالا میکنه نیست. یعنی ما این شید رو به این طرف میمونیم. یعنی که گفته میشد که اگر آب از این کم باشد آسیاب تاب نمیخورد. حرکتش و یا سست‌تر میشود. بله. از سرعت آب بسیار وابستگی داشته. البته از سرعت آب آسیاب وابستگی خیلی کلان داره. ما حرکت میگیم آب پاک شود. نه قدر سرعت آب بسیار میشود. چند سال شد آسیاب بانی میکنید؟ بغیر از این طبیعت زیبایی که من میبینم اینجا همه رو زیبا کرده. شب و روزه. قریب خودش 30 سال. 30 سال کاری البته. آسیا در آسیا کار کردن به شما چی میدهد؟ من مزد میگیرم، حساب مردم زندگی من پیش میبرم، صاحب نام میشوم. و مردم هم خدمت میکنید. و مردم خدمت می البته. اساسش نیک خدمت. اساسش خدمت به مردم. و همه یک فکر میکنم زنده داشتن رسم و آیین گذشتگان هم هست. البته آخه این همون جناب عالی سالهای سال گفتن که هنرهای مردمی هنرهای مردمی و سیاهی مردم باید ما گم نکنیم. از بابای پدر مادر همین آسیاب موندگی، جواز موندگی. اخو زوادی همون دورهای پدر بابای من همین زواد مادر. حاضر رفتم میبینه. حاضر رفتم برام. خب یعنی این درآمد آسیا. درآمد آسیا من همین بسم الله الرحمن الرحیم. قوای برق هم داشته است. با قوای برق. السلام. چی خیلی؟ نام چیست؟ آسیا بانی میکنی در اینجا ها؟ با بابام یاردم میکنم گو. یاردم میکنی با بابا؟ آفرین خیلی خوب. خب اینجا میبیاییم و شاهد یک تاریخی خیلی عجیب میگردیم. سنگ در اینجا. من سنگ. در اینجا چیکار شده ایستاده است؟ در اینجا من همین حاضر با شما که الان دیده آب رو با سوی آب روان کردیم، ما آسیاب رو گردان کردیم. من همین در همین حالت سنگ تار خورده گندم جو رو آرد میکنه. نون گندم فایدهش برای ارگانیسم بسیار باشد یا جو؟ گندم برای انسان فایدهش کلان، هم جو هم گندم. ولی که همین تصادفی که حاضر هستن من دبدنی خند شوربلندی هم رکوشه همین زواد آفای زوادی میشوند. میتونن مثلا برای شما برای خرید ارد جو یا گندم مراجعت کنن؟ البته میآیند هم در همین جا خریداری میکنن.
این سنگ رو چگونه تراشیدید؟ سنگ رو ما از توی سرفه که خودتون برآمده به چشمتون دیده. همین دههای خودمون. از دههای خودم به همونجای برآمده 15 شبانه روز خواه رفته. ما این سنگ ها رو از پلشته سنگ بریده و همین جا فرو آورده راست کرده به همین آسیا کار. یعنی این سنگی که اینجا تو خورده است کار دستی است. همش کار دستی است. نرای دستی است. زواد نه یگان چی نه. نه. فقط دستی است. فقط دستی. چند قدر وزن داره؟ 500 کیلو وزن میشه. 500 کیلو میشه گفت که سال از سال مثلا خورده میشه. البته من هم سالا میگم که چه که بیدم که دشتنگ گرفت همین سنگ خورده شروع میگیره. حالا های سال تونک شروع میگیره. بعد اکار میبراید باز هم برای بجای سنگ نمیاندازیم. مثلا یک سنگ فرض کردیم من همین سنگ چند سال میبره؟ با 50 سال مدت کارش هست. همین سنگ 50 سال میبره. 50 سال کار خدمت میکنه به مردم. گفتید خورده میشد. وقتی خورده میشد در درون ارد نمیریزد سنگ پاره. اکنون این یک راه پیرفته هست که در ترکیب این جوهر هست و میده سنگ به انسان فایده دارد. ضرر ندارد. Zarar نمیکنه. ضرر نمیکنه. Мы смотрим. Внутри, ребята, там чуточку есть ячмень. И вот он, камень крутится. А он чубак барой чи дар кор бошад? این چوبک برای غله رو ریزاندن. اگر یعنی همین چوبک ورزش نباشد میدهد. گندم به همین سرافه سنگ میریزد. اگر همین نباشد هیچ سنگ خالی میگردد. بسیار عجیب. یگان تاریخی آسیا رو میدونید که مثلا در دهه ما چند سال اخیر مثلا آسیابانی میکنند؟ همین اول آسیایی که همین پیشتری همین بابا کلام این سید اکرم بابا بود. بعد اینا که خلام میشن که همین آیله بسیار میشن بعد آماده با رحمتی بابا در همین سر زمین خودشون در طبیعت بزه برای خودشون آسیای شخصی برای خلق میپوشن و استفاده میکنن. این آسیا رو پوشیدنش رو چند سال شد؟ این قریب حساب کنیم 200 سال. همین آسیا تاریخ 200 ساله داره. برای اینکه از دور بابای میرباخیم دور دادم حاج سید عالم دور خودم سید 60 ساله مثلا 200 سال شد. 180 200 سال. البته بالا پوشش هم اما اول است یا که تعمیر شدگی؟ تعمیر کردم. پرینسیپ اساسی کار از چی عبارت است؟ مسئله بی‌خطری چگونه در کدام سطح مثلا قرار دارد؟ مسئله بی‌خطری سنگ در همون عبارت است که در وقتی سرعت بلند بودن آسیا ما آسیا رو از زمین پس بلند میکنیم. در اینجا چی گپ است؟ در این وقت اینجا همه میچوب یعنی برکشیدن سنگ برای پس کردن از طرف قبله میگردد و برای پس شدن با آفتاب برو میگردد. از اینجا هم میشود که آسیا رو کلا کارش رو همین را که تافته من همین رول را خود آسیا فرماده دریاش خاموشانه خام میرد و ما میتوانیم که آب رو حتی مشابه رفتن. انا اگر همین رو با خواب داده برداریم آسیا خودش روان شدن میگیره. آها عجیب. یک روز مثلا چند کیلوگرم غله رو میتواند ارد کند؟ اگر خدا کشایش در یک سوت که میتوانیم یک تن بار رو ارد کنیم. یعنی 1000 کیلو. 1000 کیلو رو البته. این در تجربه سنجیده شده است یا تقریبی؟ تجربه کرده شده است و همینطور ارد میکنن. خیلی خوب میکرد. برای این سنگ از حجم سنگ‌های دیگه آسیا خیلی کلان است. قدیما میگفتن که هر یک سنگ پنجه های ششه هفته های. این سنگ من هفته من این ارده من کم کم میچوشه. من همین ارد بله همین ارد آسیا. بیده که ارد از ببرداریم به خوابچه ها جا میکنیم. در خلطه میگیریم. در خلطه میگیریم بله. بعد این رو وقتی نان کردن با تکیدن در کنیم. البته تکیب که ما پوستش میشه میرید ارد زواد باریم ملایم میپسیم عجیب. ببینم که در تگم سنگ هست پایان. البته پایانش هم یک سنگ به بلندی 6 سانتی متر. از همین پایان تا من به همین سنگ بالای سنگ است. وزن سنگ پایان چند قدر باشد؟ زیادتر است. و این رو چخیل میبرید در اینجا مجهز میکنید؟ حشر کرده به واسطه خلق بوده اینجا. خلق یاری میرسه. برای که غله خلق باید ارد شود. پس یاری میرسه. برای خلق ما با خلق زنده هستیم. خیلی خوب خیلی خوب. یعنی چخیل یک سنگی تا؟ یک سنگی تا دو سنگی رو کل میبرد همین که سنگ بالا حرکت کننده هست. سنگی تا در جایش میستد. در وقتی حرکت کردن سنگ بالا نازکش همین که خورده شدن میگه سفته شدن میگیره. سنگ بالا یا تا؟ سنگ بالا. برای اینکه حرکت کننده هست. خیلی خوب خیلی خوب. یعنی چخیل یک سنگی تا دو سنگی رو کل میبرد همین که سنگ بالا حرکت کننده هست. سنگ بالا در وقتی حرکت کردن سنگ بالا نازکش همین که خورده شدن میگیره. سنگ بالا. برای اینکه حرکت کننده هست.
خیلی خوب. چند سال گفتید میتواند برد همین 50 سنگ؟ سال خدمت شاهانه باید به مردم کنیم. یگان تعمیر طلب بنزین ندانم مسئله یگان چیز نه دیگه نه 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 هیچی در کار نیست. در پست‌های آبی بغیر از اسباب انجام خودش دیگر نه خوبی بر نه روغن. میگفتید که وقتی که آب به آسیا میبیاد و از آسیا برآمده میرود یگان چرکین شوی غژالود شوی میشود نه 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 طبیعی طبیعی یقین طبیعی یگان چی آب رو افساس کردن نمیتواند برای اینکه آب فرامده بشر در چوب های تازه میزنند و گذشته میرن با دایره خوش یعنی میشود. از پس از آسیا آب نوشیدن آب میشه ممکن ممکن یگان آها. خوب رفتن ممکن باشد البته من این حجره رو برای به تعمیر در آوردیم که یک تنی که مهمون برای دور نزدیک می آیند در همینجا خواب رفته میتوانند حیات تاریخی و قدیمی را احساس کنند استفاده در همین خودرکی و نان هم میپذید البته نان کالچه های خوابگی کرده مردم را گسل می نمایید. یعنی در اینجا در وقت کاری آسیا خواب رفتن بی خطر است بی خطر است یگان حشرات یا که مار یگان چیز نیست. اینجا چی باشد البته من آنچه که ایان حاجت ببرد من این رو تخانه یا صبح میگویم. تخانه یعنی آب از همینجا به معنای آنکه در تای تخانه چرخ میستد. بعد که از نو به چرخ آب وارد شد چرخ به حرکت در آمده آب بر آمده من دیدگیتون هم آمده به دریا خوش میشه وگون حاجت افلاس یا آمده به دریا خوش می شود و پاس می رود راست می برود با یعنی می شود که نوشاک بعد نوشابه استفاده بردن می شود. یعنی آب تازه مقرری بله خیلی خوب از روی که من میفهمم این طبیعت رو شما سبز گردوندید ها البته که پدر بروا که میراث ما که من این چوب ها کلان شدن رفتن بعدش خوش می شود ما خوشکش رو گرفته برای میتونیم برویم مرحمت کنیم. من با این نهالای نو را شنانده با همه جا رو کبوتزار کنیم و یه اصلا مهمان آید تر نشید خوب اومد همه جا با سب شود و خورم شود یک مهمان آمده طبیعت زیبا می طبیعت شود زیبا شود البته مهمان که آمد حتما قطیش تربوز بیارد و در لب دریا نشسته بخورد بخورد بله. خیلی خوب خواستیم به جهانیان درباره آسیای تاجیکی هنرهای مردمی تاجیکی یکم نقل کرده باشیم این چی باشد این تروبه نابه که آب میکنه چرخ را به حرکت میده که سنگ نگرده یعنی با سرعت بلند از اینجا آب میفراید آب به پایین میفراید و چرخ آسیاب را به کار میدارد. این انمان تروبه اساسی انا اینجا چرخ تا خورده شده خیلی خوب این انمان چرخ ما کوتاه خواستیم درباره هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان به جهانیان توانیم نقل کرده باشیم برای راهنمایی و برای نشان دادن پرینسیپ های اساسی کار آسیای تاریخی 200 ساله انمی دهه به شما منتداری خود را یک جهان بیان می نمایم. رحمت تشکر بیاندازم. شما